خسته شدم لیکن مجبورم که صبر کنیم. وعده داده بودیم، وعده خلافی نمیکنیم. تو اومدن یا چمون در اینجا میستیم. یک طرف استه بسیار ترسیدم. خدا رو شکر. شما را از دست بدیم. ترسیدم. شما ما رو ترسوندید. کجا ترسیدم که نمیآید ججو. شیرینی من، جانی من، جگری من. شکر الله. خدا رو شکر. همش گذشت میشه. شما چنین کردید ما رو ترسوندید. ما برای نجات دادن شما کردیم ججو. بچه جان اکنون شما آزاد شدید ها؟ اکنون بیایید به خونه میرم. جونه کنی من، جگره کنی من. شما رو از دست نمیدم چی کار میکردم. چرا چنین کردید؟ سردار، الله از شما از همتون راضی باشه. حقتان را حلال کنید. نبیراهایم رو نجات داده. امک جان، ما وظیفه‌مون رو اجرا کردیم. تشکر. سلامت باشید. خدا نگهبان. و شما تشکر. سلامت باشید. آمینه جانی مادر. صد شکر. آمینه جانی. بیبی سوزان چرا چنین کردید؟ جانی من هستم. جان کولی بیبی. رفتیم ینگا. باید بیرویم. بچه جان به خونه میرویم؟ بچه ها من باید با مادرتون به مرکز پلیس رویم. برای چی آخیر؟ چرا آچم رو باز میبرم؟ زیرا من وعده کردم که دوباره برمیگردانم. چند مدت دیگری اونجا میمونم. قانون همین است. نه دیگر نمیبرند. ما آچم رو ترک نمیکنیم. خواهش میکنم امک جون. آمینه جون. اومینا آرام شد. ما بهوده با اون خلق بر اومدیم. آچم رو دیگر نمیبرند. نمیگذارم. ینگا باید بیرویم. در محله زیتون برنو هیجانی چندین ساعته به خرسندی به آخر رسید. برادر و خواهر برای واگذاردن با مادری خود اعتراض بیان نموده به سر بلندی برآمدند. با کمک کارمندان حالتهای فوق‌العاده نجات یافتند. بهوده به نزد پلیس رفتم. به نزد کودک‌هایش رفته است. از حبسخانه چگونه برآوردند؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. برادر شوهرش جواب گرفته است. نه ترک نمیکنم آچم رو. برو نبره. ینگا بچه ها آروم شوید. نروید آجا جون. نمیخوام که شما روید. دخترم خواهش دیگر میکنم. برو ترک نکنید آجا جون. بچه ها یک دقیقه ما را گوش کنید. روید از اینجا. شما رو گوش کردن نمیخوایم. به همه شما گناهگاره. آروم شو. شد خواهش میکنم مرا یک لحظه گوش کنید. امشب یک جای با مادرتان خواب بروید. با شما وعده میدهم. مرا فهمیدید؟ گپی پدر رو باید گوش کنید. ججو زود باش. فهمیدیم که بابای کودک ها هستید. با شما یک مصاحبه کردن میخواهم. شما مرا ببخشید. شهر داده نمیتوانم. تنها یک چند سوال میدهم. مهمش آن است که کودکان ساق و سلامتند. پدرم شهر داده نمیتوانند. وضع سلامتیشان اونقدر خوب نیست. همش همین. لطفا خواهش میکنم. بیاید پدر جان. مرا ببخشید. شما رو انتظار کردیم. هیچ غم نه کمیسر. لیکن فریده خانم را باید به مرکز پلیس ببرید. میفهمم. ینگا پلیس ها شما رو منتظرند. مایلش
بچه ها من باید روم. کمی دیگر صبر کنید میلش. اگر شما گپی مرا بگیرید من زود برمیگردم. خوب وعده میدهم. نجات ندادیم مگر اگر آچام رو بیبرید باز به اونجا میبرایم. تو آزاد کردن آچامون نیسته. یاسین هرگز چنین فکر نکن. این رفتار تو مرا غمگین میسازد. چی شما فکر کردید که مادرتان رفت و دیگر بر نمیگردد ها؟ یا اینکه خواستید ما رو ترسونید؟ خدایا توبه. نمیدرویی؟ در تلویزیون دیدم دیلم با کودک ها سوخت. شکر به مصیبت انجام میفت. پنور نغمه های در یک طرف مون. فکری فرزندای مرا نکن. کنی گپ زن. برای از شکایت دست کشیدن چی میخواهی؟ خواهش من اون است که فرزندم به پدر کلان نشود. من از روی مادر فریده به پدر کلان شدم. میدانم حکایه قصدی احمقانه گرفتنت را فریده نقل کرد. نمیخوام که فرزندم مثل من شود. گپ رو دیگر طرف نبر شرف. یعنی با من خانه‌دار شو. یک عائله شویم. همه چیز رنگ دیگر گرفت. من باید فکر کنم. اول عریضه شکایتی رو گیر. وعده میدیم که مسئله رو حل. این خیلی نمیشود رفیق شرف. با حولا گفتن دهان شیرین نمیشود. وعده دادن آسان. امروز گفتی و شنیدی. پگاه باشد فراموش میکنی. اوچا التماس نروید خواهش اوچا جان ما رو ترک کردن نروید. اوچا جان التماس. بچه ها شما همراه بابایتون به خونه برگردید. دیگر به چنین کارها دست نزنید. میدش از گپی پدرتون نبروید. نبراهایم اینجا بیایید. خانم زود باشد. گریه نکنید عزیزکان ما. حاضر گفته های مرا نویس. من شرف افگیل من پدری فرزندی پینور اوزگور بودنم را قبول میکنم. به دنیا که آمد نسبم را میدهم. از همسرم فریده جدا شده با پینور اوزگور عائله دار میشوم و مسئولیتی هم پدری و هم شوهری را به جا میارم. این متن را به فشار بیان کردنم را قبول میکنم. در پایان امضایت را هم ماند. شد اکنون همه کار به خواست شما شد. خواسته هاتان را کردم. حاضر با مرکزی پلیس میروید. عریضه شکایتی را میگیرید. فریده را باید از محبس آزاد کنید. شرف در کجاست؟ چرا همراهی ما ناومد؟ من هم نمیدونم ینگه. از میانی همه ناگهان غیب زد. روزهای وزین از سر ما گذشته ایستاده است. مثل اون یکی در زیر پای ما خاک لغزیده باشد. همش میگذرد. همیخیل نه؟ شما صبر و سکونت رو حفظ بکنید ینگه. همش میگذرد. فقط رو افتاده نشوید شد وگرنه تمام عائله زیغ میشوند. با پینور اوزگور عائله دار میشوم و مسئولیتی هم پدری و هم شوهری را به جا میارم. پسر را نگاه کنی نمیشود. ببخشید. یا توبه. خدا. شکایتم رو میگیرم گفتم. باز چی میخواهی؟ تو نه تنها شکایتت رو میگیری. عائله هم رو هم گرفتن میخواهی.
چی خیل نقشه بدام انداختنت رو هم نقض میدونی. گوش کن. از این پس تنها یک چیز رو فکر میکنم. اون هم باشد پس از تولد فرزندم میخوام پدرش در نزدش باشد. حامله داری پینار. بودنی من در اینجا. کارهایی که شده ایستاده است زندگی فرزندانم را دشوار میسازد. آنها را در چنین حال دیدن نمیتوانم. چی کار کنم؟ خواطر نشوید ینگا. شما مادر هستید. خودتان را به دست گرفته میتوانید. فرزندهایتان را هم خوب نگاه میکنید. میگویند که پایان شب سیاه سفید از خدا خودش کمک میکند. آنها هم فراموش میکنند. این واقعه را چگونه فراموش کردن ممکن است؟ چی کار کردنم را نمیدونم. از اینجا چگونه آزاد میشده باشم؟ امیر چی کار کنم؟ فریده فگیر مبارک شود. آزاد شده. آزاد شدم؟ عقلتان رو با پنیر و نان خورده اید مگر ها؟ با کدام عقل با اون بلندی بر آمدید؟ با کدام عقل؟ رفته لباسهایتان را عوض کنید. با شما گپ دارم. کنی؟ آقای خیردین با آنها فهمان با عقل شوند. یا پروردگار، من یک شربو پزم. کودک خنک خورده‌اند. جان در بدن ما باشد هم در اصل از ما نیست. پس از کیست؟ جان امانت است که الله به ما داده است. آن را خوب نگاه کردن قرض ماست. این را هرگز از یادتان نبرارید. هر وقتی که شما جانتان را به خطر گذاشتید این سخن را با یاد دارید. باز این کار طرف دیگر هم دارد. شما با اونجا برآمده چی کردید؟ بابا هیچ کار نکرده. پلیس سوختار خاموش کنان را بیهوده مشغول کردید. در اونجا بوده ها رو و همه تماشابینان تلویزیون رو ترساندید. اما آن را ما برای او چه هم کردیم؟ مادرتان هم ترسیده است. بسیار غمگین شد که به شما ضرری نرسد. شرف چی شد؟ از فریده خبری هست؟ باز به نظارت خانه بردن. بچه ها من وعده دادم رو اجرا کردم. مادرتان کمی دیرتر می آید. فریده به خانه می آید. آزادش می کنند. این کار چی خیل می شود؟ دادا اوچه هم رو شما خلاص کردین؟ چی خیل کردین؟ چگونه برای آزاد شدن راضی شدن؟ این حجت است برای شکایتتون رو گرفتم. خوانید و در پایانش امضا کنید. مایلش. چرا عریضت رو گرفتی؟ از دیروز تا امروز چی تغییر یافت؟ در تلویزیون مادری سرسان و سرگردان رو دیدم. دلم سوخت. دیگر طاقت نکردم. فکر کردم که من هم مادر می شوم. دلم با چنین منظره برداشت نکرد. مرحمت، شما هم این رو خوانده امضا کنید. مرحمت.
برای کودک ها یک انگشت عسل دزدی کردی. اما میبینیم که جواب میدهند. جواب میدهند. اگر جواب ندهند چی؟ و یا به دادگاه ببرند. آنگاه با این کودک ها چی جواب خواهی داد؟ پدر گفتم که جواب میدهند. اینقدر بازپرسی هم نکنید. آمینه، یاسین، کنی بسوی دسترخوان بیاید. شوربا خنک می شود. آمدیم بیبی جان. من بکشویم. بچه جون. بچه جون. شیرین نکنیم. دیگر ما رو درد نمیکنید ها؟ نه دختر جنم دیگر نمیروم نترس. جون من. آخر مادرتان رو بوغی میکنی. مونت نفس گیره. خوش برای یاد کردیم. خوش آمدی دخترم. خوش باشید مادر. خوش آمدید. خوش باشید. نفری که آنجا نبوده باشد نمیفهم. شکر زیاد ینگه. خوش آمدید. تشکر. مبارک شود و لیکن حاضر من تو رو نفهمیدم چگونه آزادت کردم. پینار شکایتش رو برگشته گرفت. برگشته گرفت؟ همون جنگجوی؟ هیچ چی شده باشد به سرش کدام فکر آمد؟ янгам ро бо кӯдакояш дар телевизион дидааст ва виҷдонаш нороҳат гаштааст. ҳамин хел гуфт. توبه. باور نمیشه. وجدان هم داشته است مگر؟ او نه وجدان دارد و نه اور و ناموس. بچه میدونید من و اکا مشهور شدیم. از تلویزیون ما رو نشان دادن. همه ما رو میشناسن. اگر به تلویزیون برآمد کردن خواهید با کاری بد نه، بلکه با عملهای خوب برآمد کنید. کنی یک طرف استید. در تنهایی صحبت کنیم مایلش. مایلش. چی شد؟ فریده رو آزاد کردند؟ آزاد کردند. شرطنامه شرف را با جان و دل امضا کناندم. اگر به تو میشد همه را برباد میدادی. لباسایت را نکش. چرا؟ یک نسخه این شرطنامه را گرفته بیار. نسخه رو چیکار میکنید؟ اصلش در دستتون است. تو مادرت را گوش کن. گفته ام را بکن. یگان روز شده است که گفته مرا کرده باشی و موفق نشده باشی. مایلش. شرف، من نفهمیدم چرا یک بار پینار شکایتش رو گرفت. گرفت. تو حاضر فکری خودت رو کن فریده. فهمیدی؟ یا به پینار یگان وعده ای دادی؟ من برای سرجمی عائله‌ام مبارزه بردم. از بحر خودم گذشتم. زندانی شدم. حیات فرزندانم رو در خطر گذاشتم. به او چیزی رو وعده ندادی؟ همین خیل؟ ها؟ به چشمم نگاه کن. به او یگان وعده ای ندادی؟ مرحمت آقای خیر. تشکر مادر. خاموشی شرف نشانه خیر نیست. چیزی رو ما نمیدونیم. اما با خاموشی پسی سر دارد. سخن کند یک نو، خاموش ایستد یک نو. این کار اینقدر آسان نیست. اول مرا کشتن خواست گفته شکایت میکنی و بعد وجدانش ناراحت میکند از دوایش دست میکشد. این به یگان کتاب راست نمی آید. زیر این کاسه چیزی میبراید اما صبر باید کرد. والله پینوری که من میشناسم گناهش را به هیچ چیز به کسی نمیدهد. چی داریم که میدهیم؟ قرض به این هم تا گلویم. اگر وای میخواست پول گیرد تا حاضر بویش میبرومد.
مهم دیگر مسئله است. معلوم که کودک تولد می شود. به این هم امتیاز پینار همون است. والله آن کودک در دست نارنجک دارد و انتظار می باشد انیق آن کودک را تولد می کند. آه آقای خیردین، این کار چی می شده باشد؟ ما چی کار می کنیم؟ من برای به خونه نآوردن آن زن به هر کار راضی هستم. تو به او یگان وعده ندادی همین خیر نه؟ خودش قرار داد. شکایتش را با روزگی خودش گرفت. به نظر تو عجیب نیست؟ دیروز تهدید میکرد که از هم دیگر جدا شوید. تو نزد کودک ها آمدی. مهم همین است. عجب، ما شما را گفتم شما اینجایی. جانو کن من. آقای خیردین، میبینم که باز داری خاطرت را کشاده ای. پدرتان این در رو کشاده باشد روزهای گذشته را به یاد میآورد. کودک با چی امیدهای زیاده به دنیا می آید. بعضیش به پدر و مادر خرسندی می آورد، بعضیش غمگینی ناامید می گردد. چرا چنین سخن میکنید؟ چی من قاتلم؟ دزدی کردم؟ مگر کوششی کم کردم که در راه راست باشید، هر قدم ماندهتان درست باشد. شما با ما نصیحت کردید و ما گوش کردیم. پدر، ما چی یگون کاری به اخلاق کردیم؟ راه راست را یافتن نه کار عقل است و نه کار دانش، بلکه کار ادب و اخلاق است. اکا اگر گلخانه روید شما رو هم برم. پدرم حق هستند، چیکار کنند؟ بمانید دلشون رو خالی کنند، برای هممون غم میخورد. بعضا چنین سخنهای وزین میگوید که هضم کرده هم نمیشود. برادر این رو با من میگویی؟ هیچ نباشد 5 مرتبه مرا به زمین در آورده و برآورده است. تو پدرم رو یک طرف گذارو. پینار رو چگونه راضی کنندی آن رو بگو. چه خیلی راضی کردم؟ یگان خیلی راضی نکردم. در آنجا کودک ها رو ترک کرده از میدان غیب زدید و کجا رفتید؟ شما از حد گذراندید. اینقدر بازپرسی هم نکنید. نگاه دار ماشین را. اکا ایستید، چیکار میکنید؟ تو دیوانه ای مگر؟ عقلت رو خورده ای؟ 1 دقیقه درست شید. به شما کمک کنم مادر. مادر ما خطای کلان کرده ایستاده ایم. توبه کردم. چی خطا بوده است؟ چی خطا؟ نجات امیر از مرگ، به حبس افتادن من، گریختن کودکان از خانه. خدا مرا امتحان کرده ایستاده است. خوب ما چی گناه کرده ایم؟ پولهای خاله مقبوله رو در کارهای خودمون استفاده کردیم. پول مقبوله رو میگویی؟ شاید با این پول نفران زیادی شفا میافتند. نه در دست داریم و نه در خونه. چگونه این پول رو برمیگردانیم؟
این حادثه ها با صدقه رحمتی یگان علاقه ندارد. کسی پولش رو همین خیلی خورده نمیرود. همه یک جای از یک گریبان سر میبروریم، جمع میکنیم با خواست الله و صدقه رو. پدرت میوید. کودک ها در کجایم؟ در بالا در حجره خودشون پدر. فهمیدم. اگر پولی مقبول رو فهمد به سرمون قیامت میورد. مادر؟ سلام فریده. خوش آمدید مادر. دروید؟ نه نمیدرویم، کار دارم. به این هم طاقت شنیدن سخنهای نباهت رو ندارم. شرف در خونه است؟ نیست. خیلی خوب. وقتی در نظارت خونه بودی نزدی من آمد، با من جنجال کرده رفت. به فکر شما ناحق بود؟ حق نداشت. دیدی گفته هایم شد، تو را آزاد کردم. اگر تو در بیاناتت نامی مرا می نوشتی چند ماه از آن سوراخی نمی برآمدم. شد مادر، بیایید دیگر در این موضوع گپ نزنیم. شکر خدا همش گذشت. خیلی باشد. خوب. حیرانم که چگونه تو را آزاد کردن. پینور شکایتش را برگشته گرفت. خدایا توبه. میلش، بهترش من دستگیر نشده از اینجا روم. بعد صحبت میکنیم. من از تو خواطر بودم. میلش مادر، خیر. سردار ملها اینجاست. همین است. مرحمت. مزه‌اش را سنجیدید؟ تازه است جناب. آفرین. من قرار دادم که مال را طریق گلخانه افیگیل براریم. از گلخانه افیگیل ها گفتید؟ آیا مکانی بیخفتری هست؟ کمبودی شود. یشر به ما کمک میکند. گلخانه باشد گلخانه جناب. مال را در کجای گلخانه پنهان میکنید نمیدانم. کار شماست. به فکری من قبلا رفته آموزید. باز بلانه زنبور چوب نخلانیم. یک برادرش پلیس است میگویی. با پلیس روبرو این چگونه میشود؟ خوبتر نمیشود. آخرین مکانی که میبینند آنجاست. امشب کار را تمام کنید. صبح فردا مالها را گرفته میروید. اطاعت جناب. فهمه سردار. مادر چرا این نسخه آوردم رو با پدر شرف روان میکنید؟ چی؟ مگر سری دولتی است؟ یک شرطنامه کوچکی با فرزندش است. پدرش نیست مگر؟ باید که داند. همه اویلش داند. به این هم خش و تباریم. مادر من روی آنها رو چگونه نگاه میکنم؟ باره فکر کردید؟ خوراندن و پوشاندن این کودک را فراموش کردی مگر دخترم؟ بیا یک درون رو بینیم. رفتیم. راهبر فکری خوب کرده است. اینجا برای پنهان کردن مال خیلی به مورد است. به عقل کسی نمی آید. در پشتخانه ها هست دیدی؟ حاجت به کلبه نیست. مال ها را درون سطیل ها جمع میکنیم. اینها چه خیل؟ بد نیستند. بفرمایید. نرخ اینها چند است؟ 30 لیره. 15 دانه از اینها میگیریم. یک نشانه میدیم. فردا صبح به آنجا برده میتوانید. البته روان میکنیم. اگر خواهید بالایشون نشانه گذارید. باز عوض نشوند. خاطر نشود. عوض نمیشود. نه فکر این رو کردن نمیخوام. شما در پیش چشمان ما نشانه گذارید.
مبلغ همه تمام. با اتاقی کاری داره، اونجا نشانه رو نویسیم. صدهای خواستت رو گرفتم. از برای آن تلاش زیاد کشیدم. با یک عذاب گرفتم. قریب بود که نشمیدید. تشکر. امروز میبینم جانم. янгам ва кӯдакҳоро гуфтам, нафаре ки қасди ҷонам кард фаромӯш кардам. бахайр бодо. дигар дардро набинӣ. бисёр хурсанд шудам ки пай Фаридаро озод карданд. аммо ту хурсанд наменамоӣ. дар сарам доим як фикр чарх мезанад. сабаби аризаи шикоятиашро гирифтани Пинор чӣ бошад намефаҳмам. боварӣ дорам ки хатогиашро фаҳмидааст. апай Фарида ба касе зарар намерасонад. барои чӣ ба ӯ қасди куштан бикунад? ёсуман, ту ҳам як нафар аз оилаи мо ҳастӣ. ҳаққи донистан дорӣ. Пинор аз бародарам Шараф ҳомила аст. чӣ? амир чиҳо мегӯӣ? чӣ хел мешавад? акай Шараф? ғамгин шудам. аз он хавотирам шартномае кардаанд ва шикояташро гирифтааст ва аз оқибаташ метарсам. боварам намеояд. наход ки акай Шараф ба апай Фарида хиёнат карда бошад. ту маро ғамгин кардӣ. الو شد جناب مکان رو دیدیم شب آمده مالها رو جا و جا میکنیم فردا صبح صاحب گلخانه بار رو به نشانه لازمه میبرد خیلی خوب هیچ چیز پای نبرد انتقال را شرف افیگیل میکند با گلخانه او با ستیل های او و با ماشین او انتقال والله از تو باید ترسید غالب تو حتی شیطان رو فریب میکنی کار خوب میشود کار خوب روز بخیر روز بخیر یک امانت روان کردن میخواهم مایلش دید با نام کی فرستم سرما ازگور نویسید سرما ازگور به دستش میرسد فردا صبح در دستشون میشه خیلی خوب راست میگویی رفیق غالب این مراتب حالت رو به تنگ میارن با دقت باشید با دقت‌تر مال را خوب جابجا کنید که هیچ کس نفهمد اگر به سرتان بلای آید مرا نمیشناسید دانسته مانید اگر به مال ضرری رسد آن وقت من شما را نمیشناسم فهما؟ فهما جناب زودتر باشید
این برادرم یاشار؟ چه خیلی برادری من اونجا چیکار میکند؟ اونجا چیکار میکند؟ چیکار؟ گفته هایم را نقطه به نقطه بجا آرید. هوشیار باشید. میبینیم اکنون آقای غالب کی برای کی خدمت میکند. اکا گوشک رو بردار. الو لایلو، من امیر، دادر یاشار فیگیل. تشکر. از تو یک چیز خواهش میکنم. برای من یک کمک میکنی؟ ایستا، در اتاق کسی هست؟ در این ساعت چی کار دارد؟ برقصد کار، دقت رو جمع نکرده میگذره. مرا سند را رفتم. کی هست در آنجا؟ لبه. الو شرف، خودم رو خوب حس نمیکنم. مادرم رو هم نمییابم. حالا به خونه نآمده است. به نزدم میآیی؟ آمده نمیتوانم. التماس بیا، احوالم بد است. دلم به حضور شده ایستاده است. من باید در نزد زن و فرزندهایم باشم. وعده دادی به یادت نیست مگر؟ مرا دستگیری نمیکنی؟ دردت را فهمیدم. آن چیزی که در کاغذ نوشته بودم با مقابل من آغاز نمودی. مایلش کمی دیرتر می آیم. جانکی من، شما حالو هم خود نکرده. آجا شما رو دادم نجات دادن، همین خیلی با ما وعده داده بودن که نجات میدهم. همش گذشت. دیگر در این مسئله صحبت نمی کنیم. میلش دادام کجا رفتن؟ چرا حالا هم نیومدن؟ بیاید بچه ها، شما رفته خوب روید. پدرتون کی اومد؟ شما رو حتما بوسه میکنن. کنی رفتیم شما رو خوب اونم رفتیم. شما خوب کردن رو فراموش کرده اید. شبی خوش. فریده. لبای پدر. دخترم بشار زنگ بزن. خانه آید با او بگی که خاطر نبیره هایم با او چیزی نمیگویم وگرنه طاقتی دیدارشون ندارم. مایلش.
لبه به خدا دلم رفتن نمیخواهد. میترسم که پدرم با من سخنهای پست و بلند میگوید. مایلش. وای رفت. زودتر درونش خالی کن. اینها را زود زود جا بکن. زودتر باش. زودتر خالی کنیم. اینتر جا بجا کنیم. درونش را خالی بکن. اینها را زود زود جا کنیم. زودتر باش. زودتر باش. زود باش. شامویش خوب رو بار میکن. زود باش. خوش آمدی. خوش آمدم؟ تو ما رو بیکار کرده اینجا فریاد کردی. چی بود از این کاری مهمت؟ اکا شما چی کار کردید؟ چرا کردید؟ در نوار شما رو دیدم باورم ناآمد. ما برادر نیستیم مگر؟ ما حابیل و قابیل هستیم. این کار رو چگونه به من روا دیدید؟ عقلم نمیگیرد که چرا این کار رو کردید. آدم برادرش رو دیده و دونسته به من روا نمیکند. امیر قسم میخورم که نمیدونستم. با من گفت که این ماشین رو گرفته از در پرتو. من از کجا دونم؟ یاشار به این عقلت نمیرسید مگر؟ مرا ببخش که با عقلی نکردم که ماشین رو بینم. برای همین درونی سوراخ زندگی داری. یاشار تو چی کار کردی؟ اگر از جریبی پرگویند میپرید همین طور. برای چی بازیچه دستی کارهای افلاسی غالب میشوید؟ برادر تو میدونی که در تپانچه ایزی انگشت است. او مرا هر وقت با اون تهدید میکند. مجبور میکند که سخنهایش را به جا آورم. گوش کنید. مادامی که نمیدونستید، مادامی که نمیخواستید، چرا خودتان اومده اعتراف نکردید؟ چرا انتظار آن شدید که من خودم جستجو کرده یابم؟ ترسیدم که از من نفرت میکنی. امیر من دیگر نمیدونم چی کار باید بکنم. دائما زیر فشار قرار دارم. تپانچه‌ای که در دست غالب است، آن تپانچه برای پروندن در حال آماده قرار دارد. دائما این فکر در سرم است امیر. آن احمق همه کارهای افلاسش را به وسیله من میکند. فکر کردم که نمیویی. دلم به حضور میشود. خودم را خوب حس نمیکنم. پینار بسیار طلب نکن. شد مایلش. با فریده گپ زدی؟ حاضر وقتی گفتن آن نیست. این مسئله مدت بین خودمون میماند. چرا انتظاری؟ چرا در حال نمیگویی؟ او حق ندارد که اویلادور شوی ما رو داند. حقی فریده رو فکر نمیکنی؟ حاضر گفتن نمیتوانم. بینم روزای وزنین رو میگذرانم. لیکن بسیار طول نکشد. شرف میدم درد دارد. وقتی حامله‌داری وزنین میگذارد. خواهش میکنم کمی دیگر ایست. نمیتوانم. کارم رو تمام کردم میروم. گفتم که بسیار طلب نکن. آقای خریدی، شما میدونید که من چی فکر دارم؟ من فکر تو رو از کجا میدونم؟ او پیناری جنجالی به آسانی به انصاف نمی آید. با زیر این کاسه نیم کاسه ای هست. با من همچنین می نماید. سکوت علامت رازگی است. دائما چشمانش را از ما میگریزاند. این نشانه گناهکاری است. چون این فرار کردن او مرا آخر میکشد. شما دو سوال دادید و از خانه گریخته رفت. دیگر چی گویم؟ پروردگار میداند. اگر با اون تپانچه جنایت بکند من گناهگارم امیر. تو هم میدونی. چیکار کنم؟ اکنون به حبس درایم. مگر به جز عمل کردن خواهشایش چاره ای دارم؟ چی میگویید؟ فکر میکنید که کاری کرده اتان را سبک میکند؟ به این هم در چشم همه اتان هیجم. مانید این سخنها را. من به یگان سگ صاحب نشدم. همه خیل نه؟ برای این را عوض کردن فرصت‌های زیادی داشتید. لیکن همیشه خطا کردید. برادر در آخر مرا هم از پشتم زدید. وقتی که فهمیدم شما مرا از جری تله دادید بهترش میمردم خوب میشد. امیر همه‌اش را جبران میکنم. وعده میدیم.
مادامی که او برادر را زیر برادر شوراندن خواست، من هم او را آرام نمیگذارم. تو خود میبینی که من او را چه خیلی زندانی میکنم. مانید این گپا را. باز حالمان را از این بدتر نکنید. اول 10 بار فکر کنید و انا بعد 1 بار عمل نمایید. بهترش به کار دخالت نکنید. لیلا مرا ببخشید. شما را ناراحت کردم. هیچ گپ نه. چه شد؟ هیچ گپ نشده است پسرم، تو خواب رفت. خدایا تو به ما کمک کن. اویلم رو از پراکنده شوی. نگاه دار. سباش، این مرد باز می آید. اینجا چیکار میکنی؟ حرکت نکن وگرنه به سرت تیر خورده میکنم.